برای برخورد کیفری و الان پیشنهاد شده 14 تا باشه، من واقعا نمیفهمم این چه کمکی به تسهیل، تحکیم و پایداری خانواده میکنه. شما در ادامه فرمودید که جایگزینی که براش داریم اینه که پابند در واقع برای پای مرد و این داستانا در نظر بگیرن که مرد اینطوری تحت مراقبت باشه و یا اینکه همیشه بدهکار دیگه، مدیونه. خب میشه به من بگید این الان چی دست من زنان رو گرفت و کجا استیفای حقوق شرعی و قانونی زن محقق شد؟ اونچه که رهبری 3 بار در سیاست‌های ابلاغی نظام بهش تأکید کردن تو برنامه‌های توسعه 5 ساله در واقع لحاظ بشه، یعنی 15 سال متوالی رهبری تأکید داشتن رو استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان. الان واقعا با سقف قرار دادن بابت محکومیت کیفری چه استیفایی از حقوق زن میشه؟ یک. دوما اصلا خود اصل محکومیت کیفری زندان رفتن. من زن نوعی، همسر من مهریه 14 تا سکه قرار داده، توان پرداخت نداره. من میرم اقدام قانونی میکنم، مهریه‌مو اجرا میذارم طبق آنچه که آقای دکتر میفرمایند. فرض کنیم این قانونی بشه، 14 تا سکه من بتونم شوهرمو زندان بکنم. الان با زندان رفتن شوهر من مهریه دستمو گرفت، حق مالیمون که نتونستم به دست بیارم، فقط شوهرم رفت زندان. شوهرمو از دست دادم، دیگه شوهری هم بالا سر زندگی من نیست و من به جز مهریه حقوق مالی دیگه ای از جمله نفقه و اجرت المثل و اجرت رزق و این داستانا دارم. یعنی حقوق مالی دیگه ای منم این وسط باز از بین میره. خب چون شوهری نیست که اینا رو، پس کی میخواد نفقه منو بده؟ دیگه کفش نفقه است. خب از اون طرف من 4 تا بچه دارم، پدر بچهای منم بالا سرشون نیست، پدرشون کجا؟ زندانه. من میخوام یه حقم رو استیفا کنم، 3 تا حق مسلم دیگه از دست میدم. من اینه که اولا بنده با محکومیت کیفری به شکل زندان، پابند یا اونچه که فرمودید مرد بدهکار میشه مخالفم. اینجا توی این 3 مورد هیچ کدوم حق زن توش لحاظ نشده. از حقوق مسلم زن چیزی دست زن رو نمیگیره. بگیم آقا چه 110 تاش، چه بگو 1500 تاش، چه 50 تاش، چه 14 تاش رفتن حبس حلال مشکل نیست. حالا خانم میفهمد نه همین 14 تاش هم حبس نکنید، چشم، اینم یه پیشنهاده. من میگم این کارو نکنید، به جاش یه کار دیگه باید بکنید، ولی هنوز تو راهکار نداده مانع رو ور میداری، مرد رو جریتر میکنی، غیر مسئولتر میکنی. البته شما اصلا حاکمیت دنبال این نیست مشکل رو حل کنه. حالا اینو چند بار فرمودید ما مطمئن نیستیم. چرا؟ آقا من تو حاکمیت 16 سال بودم، تو دستگاه اجرایی حاکمیتی بودم. فقط داخل پرانتز شما انتقادتون به معاونت امور زنان خیلی مشخص بود. این انتقاد به معاونت امور زنان دولت 13 هم داشتید یا نه؟ من کلا معاونت‌های امور زنان در طول دولت‌های مختلف از وقتی که تشکیل شده در 70 دولت اصلاحات یه برنامه دیگه بگذارید اونم ان شاء الله. آره نقد موضوع نقد در غیاب اونها چیزی گفت بیان خانمم خلاصه فرمایشاتشون. حالا نکته در عمل باید میدیدیم دیگه، زنان جامعه ما نشستن دارن نگاه میکنن، باید میدیدن که این معاونت از وقتی تشکیل شده کدوم یکی از حق و حقوق شرعی و قانونی من دست گرفته. میخوام بگم حاکمیت ما اصلا دنبال حقوق زن نیست. حتی معاونت امور زنان ما به نظر من بیشتر نگاهش به غرب بوده، دنبال اشتغال زنان بیشتر هستن برای استقلال مالی زن تا دنبال استیفای حقوق شرعی و قانونی زن باشن. اگر زن من منابع مالی که خدا تعبیه کرده، شارع مقدس گفته و در قانون اومده مهریه‌شو دریافت کنه و حق تصرف داشته باشه، نفقه‌شو دریافت کنه، حق تصرف داشته باشه، اجرت المثل و اجرت رضا و حقوق مالی دیگه‌شو دریافت کنه، حق تصرف داشته باشه، مگه این دیوانه است 8 صبح سر کار باشه به 1000 نفر بله قربان بگه، آخر ما هم یه چندرغاز بگیره، از شوهر و زندگیش میمونه، از آسایشش میمونه، دچار پیری میشه، پادرد، کمردرد، بچه آوردن عقب میفته، خود ازدواج عقب میفته. چرا؟ چون من میخوام شاغل باشم. اگه حاکمیت دنبال اصلاح درست تشکیل خانواده، تحکیم خانواده و پایداری خانواده است،
باید استیفای حقوق شرعی زن به خصوص حقوق مالی زن رو دستور کار قرار بده. حقوق مالی زن که خدا اینها رو از منابع مختلف تعبیه کرده دریافت بشه، این یه توازن قدرت در خانواده ایجاد میکنه. مرد دیگه نمیتونه زور بگه، مرد دیگه نمیتونه به زن ظلم بکنه.